من یک مراجعت میکنم به تمام مردم غرم، کجا هستید؟ کجا هست اون ناموس شما؟ مگر همین رحمان و با همین نظامیانش نبود که سالها شما را کشتند، سالها خانه شما را به خود یکسان کردند؟ ناموستان را کمی بیدار کنید، فردا دیر می شود. شما کسی نبودید که برای رحمانو برقصید، رحمانو کسی بود برای شما میرقصید. امروز رحمانو شما را میرقصاند، دختراتان را در تمام تلویزیون ها به فحش و فحشا نشان میدهد. هر روز در باغ شما کنسرت است و بهانه های گوناگون شما را دروغ میگویند، فریب میکنند. همتون مهاجر کردن، در خارج کشور میگردید. زمینایتان را به دست این 4 تا خائنی که امروز از نام حکومت کار میکنند و یا اینکه حکومتی شدن، بوس حکومت شدن، به آنها داده و شما را مسافر کرده است. خاموشی تا کی؟ مگر شما سرنوشت و سرگذشتان فراموش کردید که شما کی بودید؟ چند سال در مقابل شوروی جنگیدید، چند سال دیگه در مقابل همین حکومت جنگیدید. همین حکومت شما را آمد پدراتان را کشت. مگر خونی پدران را فراموش کردید؟ یا خونی شما رنگین‌تر از خونی پدرانتان است؟ مگر هدف پدراتان را فراموش کردید؟ یا پدران شما چنین شما نمیدانستند و چنین شما استقلال‌خواه نبودند؟ پدران شما در دوران ظلم امارت بخارا امیر بخارا را نپذیرفتند، فرار کردند، به غرب آمدند، از ظلم و ستم اون گریختند، غرب آمدند تا آزادانه زندگی کنند، تا آزاد باشند، غلام نباشند. نه غلام شوروی را پذیرفتند، نه غلام امیر بخارا را پذیرفتند. شما امروز یک غلامزاده را پذیرفته که غلامش بشوید؟ این است ناموس شما، این است توانمندی شما، این است اسلامیت شما، این است مسلمانی شما. مگر همینا نبودن که پدران شما را کشتند؟ مگر همینا نبودن که عالمان شما را کشتند؟ همینا نبودن که نخبگان شما را کشتند؟ چند تا عالم من نامبر کنم که اینا به خاک یکسان کردن، به خطر رساندن در منطقه شما؟ یک نفرش رو نام بیارید که یک نفر، یک دانشمند، یک عالمی که در اون منطقه بود و رحمان را به خطر نرساند. همین یکی آخری که همین داملا حکمت اللهی که از تاجیک آباد بود و برای مردم کمی خدمت میکرد، حد امکان مدرسهش برای تعلیم زبان فارسی باز بود. این را 2 ماه پیش از درگذشتش مدرسهش بستن و تمام شاگرداش از بین بردن و چند شاگرد دیگه‌اش امنیت دستگیر کرد. تمام حافظان قرآنی که در منطقه رشت بسته بعد از سال 2010 بود و بهانه‌های گوناگون بردن پشت پنجره، سلفی برده زندان کردن. شما در کجا هستید؟ ناموس شما کجا شد؟ منطقه رشت یا که غرم، در غرم قبلی که الان رشت کردن، مثل بدخشان یک جایی بود که مخالف حکومت تاجیکستان بود. یکی بدخشان، یکی منطقه غرم، 2 مخالف اصلی حکومت دیکتاتوری اومده رحمان گفتن که همیشه برای آزادی و استقلال کل تاجیکستان می‌گرزند. ولی سال 2010 این منطقه را به خاک یکسان کردند. امروز در رشت پروکرور دیگر محلگرایی نشود، دنغرگی کلابی است. رئیس ناحیه‌اش از همون منطقه است، تمام جانشیناشون از همون منطقه است، رئیس شب پلیساشون از همون منطقه است. تمام فساد در منطقه موجود است. ناموس مردم رو از بین گرفتن. امروز در منطقه غرب که از منطقه دیندارتری مردم تاجیکستان بود، امروز متاسفانه فاحشه‌خانه وجود دارد. تا سال 2010 یک زن به همون روسری تاجیکی بود در منطقه رشت دیده نمیشد. امروز رقص سرودخانه و تمام رقاصه ها و چیا را جمع کردن در اون منطقه بودرست. همین سرنوشت بالای مردم بدخشان بفهمید انجام می‌کرد. امروز در منطقه رشت در یک خانه 2 نفر اگر زندگی کنه، 1 نفرش بزی حکمت کرده. امروز برادر به برادر اعتماد باوری نداره. امروز 1 نفر به 1 نفر در اون منطقه گپ زدن نمیتونه. امروز یک همون ساکن ناحیه رشت حق طلبی کردن نداره، از حق یک هموطن خودش دفاع کردن رو در اونجا نداره. حتی همون پلیسایی که همون کارمندان مقامات که از همون منطقه خودی ما هستن اصلا کار کردن نمیتونه. همین چند روز پیش با یک برادر غربی صحبت میکردم، گفت که یکی از پلیسایی که از همون منطقه ما هست به خاطر وظیفه دختر و شوهر داشت، از شوهرش جدا کرده است، به یکی از کلابی‌ها را زن دوم داده است.
اسمشان من اینجا نام نمیبرم، اسمش سر زبانم است، تا اینه که براش یک وظیفه بیتید. امروز اون منطقه سربلندی که برای آزادی 10 سالها جنگید، برای استقلال تاجیکستان جنگید، به ضد شوروی جنگید، امروز به خاک یکسانش کرد. این حکومت رحمان غرورشان از بین برد. امروز همش در خارج کشور مبارزه میبرند، یک وزیر ندارن، یک رئیس ندارن، فقط یک تا همین رئیس مجلس نمایندگان از زاکرزاده که از دستش هیچ چیزی نمیآید، فقط بالای مردم، زمین مردم در منطقه گرفته است و خیانت به مردم میکنه. دیگر یک نفر، نه رئیس نه پروکرور، هیچ نفر دیگر ندارد. همه را از بین برداشتن بردن و به هیچ کدامش نه باور، نه اعتماد، نه یگان کار نمیکنن. اکنون بالای نوبتی مردم ولایت دوستان بدخشان است. سال 2010 وقتی که علی بدک کشتن، بعد از کشتن علی بدک و سرنوشتی گرم به خاتمه یافت و مردم را غلام امامعلی رحمانوف کردند. امروز مثل خر در اونجا مردم را سواری میکنند و کسی حرف نمیزند. و اگر هر کسی میگه که من دروغ میگم، بخیزه برود یک بار اون منطقه را ببینند. چند روز پیش برای من هم زنگ زدن از همون منطقه، گفتن که حتی دختران شوهردار وقتی که بینان به خاطر یک کارشون در ادارهای نظامی میافتد برای کارشون نابود کردن، از اونها طلب شهوت میکنن کارمندان مقامات. یک نفر حرف زدن نمیتونه. حادثه سال 2017 که در بازار در مابین مردم دختر از سرش حجابش از سرش کشیدن، مردم اونجا تماشا داشت، کسی حرفی نزد. آیا لیدری مردمی منطقه غرم زنده می بود علی بدک اجازت میداد چون این واقعه رخ بتیم؟ یک بلان ماشین، یک چرخ ماشین در یک جا اگر بادش میبرامد و صداش میبرامد، همون زمان نفراش میرفتن اونجا را نظارت میکردن که در اون منطقه چی گپ است، چرا چون این حادثه رخ داده است. برای هر یک کاری که در اونجا میشه جواب میدادن. شما حادثه هایی که تا سال 2010 در غرب رخ میداد، آنها را بیایید بگید که چه حادثه های غیر قانونی انجام میده و حالا چی میشود. حالا فقط دزدی، راهزنی، فحش و فحشا، مردم را بردن ظلم کردن بالای سرشان. هیچ نفر حرف نمیزنه. آیا تا سال 2010 چنین کار امکان داشت؟ امکان نداشت. این سرنوشت بالای سر مردم بدخشان میآید. رحمان فقط همین را میخواهد که طوری که غرم را به زانو شینان، همین طور باید بدخشان را به زانو بشیناند. همین سرنوشت را اینجا انتظار است، سرنوشت دیگری منتظر نیست. من یک مراجعت میکنم به تمام مردم غرم، کجا هستید؟ کجا هست آن ناموس شما؟ مگر همین رحمان و با همین نظامیانش نبود که سالها شما را کشتن، سالها خانه شما را به خاک یکسان کردن؟ مگر همینا نبودن که پدران شما را کشتن؟ مگر همینا نبودن که عالمان شما را کشتن؟ همینا نبودن که نخبگان شما را کشتن؟ چند تا عالم من نامبر کنم که اینا به خاک یکسان کردن، به خطر رساندن در منطقه شما؟ یک نفرش رو نام بیارید که یک نفر، یک دانشمند، یک عالمی که در اون منطقه بود و رحمان را به خطر نرساند. همین یکی آخری که همین دولت حکمت اللهی که از تاجیک آباد بود و برای مردم کمی خدمت میکرد، حد امکان مدرسهش برای تعلیم زبان فارسی باز بود، این را 2 ماه پیش از درگذشتش مدرسهش بستن و تمام شاگرداش از بین بردن و چند شاگرد دیگه‌اش امنیت دستگیر کرد. وقتی که این شاگردان در بازار سودا میکردن، کار میکردن، وقتی که بنا ریششون آمدن چیندن، ریششون رو تراشیدن، وقتی به نزد حضرت دانلو شکایت رفتن، از آنجا چیکار شد؟ اختلاف بین مقامات و داملو حکمت الله تاجیک آبادی شروع شد و کوشش کردن که مدرسه او را 2 ماه پیش از درگذشتش ببندند. حالا کی میداند که سبب درگذشت اون در چیست؟ و همینطور 10 عالم دیگری که در مناطق دیگر تاجیکستان بودن به خاک یکسان کردند. مدرسه که در نزد
مسجد بزرگ جامعه شهرک غنم بود. او را کوچاندن به داخل مسجد آوردن، دروغ و فریب کردن که ایران ما به اینجا میاریم و در اینجا به رسمیت میشناسیم. از اون جای بالا فریب کردن، دروغ قدی بستن، به نزد مسجد آوردنش. در مسجد، در داخل مسجد یک جور از پولی تاجرا دوباره ساختن. باز او برای چی کار میکند؟ اون مدرسه که ساختن آیا اونها الان کار میکند؟ در اون تعلیم دین داده میشود؟ نمیشود. فریب کردن، دروغ گفتن شما را. تمام اون عالمایی که در هر جا درس میدادن زندان کردن. تمام حافظان قرآنی که در منطقه رشت بسته بعد از سال 2010 بود و بهانه های گوناگون بردن پشت پنجره، سلفی برده زندان کردن. شما در کجا هستید؟ ناموس شما کجا شد؟ مگر شما را 4 تا رقاصه یا که رقصیدن خوش آمد؟ از همین که علی بیدک سال 2010 کشته شد تا سال 2012 تمام سراینده ها را بردن در منطقه رشت، تمام رقص سرودخوانی را در اونجا انجام دادن، تا اینکه سال 2012 یک دختری از اون منطقه رشت، ولی جان عزیزف را از پره روش بیبوسد و ناموس شما کمی اومد و در اونجا یک جنگ و دعوایی شد. بعد از اون سرایندگی و سرود و این را در منطقه یک مدتی کوتاه بس کردند و حالا باز این ادامه دارد. شما ناموستان در کجاست؟ یا رقص سرودن و یا که دخترای شما را در اونجا رقصاندن دختراتان برای شما خوش آمد؟ ناموستان را کمی بیدار کنید، فردا دیر می شود. شما کسی نبودید که برای رحمانو برقصید، رحمانو کسی بود برای شما می رقصید. امروز رحمانو شما را می رقصاند. دختراتان رو در تمام تلویزیون ها به فحش و فحشان نشان میدهد. هر روز در باغ شما کنسرت است و بهانه های گوناگون شما را دروغ میگویند، فریب میکنند. همتون مهاجر کردن، در خارج کشور میگردید. زمینایتان را به دست این 4 تا خائنی که امروز از نام حکومت کار میکنند و یا اینکه حکومتی شدن، بزی حکومت شدن، به آنها داده و شما را مسافر کرده است. خاموشی تا کی؟ مگر شما سرنوشت سرگذشتان فراموش کردید که شما کی بودید؟ چند سال در مقابل شوروی جنگیدید، چند سال دیگه در مقابل همین حکومت جنگیدید. همین حکومت شما را آمد پدراتان را کشت. مگر خونی پدران را فراموش کردید؟ یا خونی شما رنگین‌تر از خونی پدرانتان است؟ مگر هدف پدراتان را فراموش کردید؟ یا پدران شما چنین شما نمیدانستند و چنین شما استقلال خواه نبودند؟ پدران شما در دوران ظلم امارت بخارا امیر بخارا را نپذیرفتند، فرار کردند، به غرب آمدند، از ظلم و ستم اون گریختند، غرب آمدند تا آزادانه زندگی کنند، تا آزاد باشند، غلام نباشند. نه غلامی شوروی را پذیرفتند، نه غلامی امیر بخارا را پذیرفتند. شما امروز یک غلامزاده را پذیرفته که غلامش میشوید؟ این است ناموس شما، این است توانمندی شما، این است اسلامیت شما، این است مسلمانی شما. همین خیر رفتن بگیرد، دانسته بگیرید که نه برای شما در اون منطقه ناموس میماند، نه دین میماند، نه جز چیزی از فرهنگ شما میماند. وقتی که شوروی از بین رفت، منطقه بوده فرهنگ را، زبان را، دین را، همه را حفظ کرده بوده. با تازه ترین زبان فارسی صحبت میکرده. حاضر به شما چی شده است؟ در مکتب‌های شما چی درس میتین؟ زبانتان را خوب نمیدانید. بعدو دانشگاهی که ساختن که از طریق دانشگاه از شما پول میستونن، به این خوشحال شدید؟ بعدو دیسکوتکی که ساختن دختراتون رو میرقصونن، به این خوشحال شدید؟ بچه‌ها سراینده که از مشهوره که از پایتخت برای شما میارن، به این خوشبخت شدید؟ خوشحال شدید؟ مگر پدران شما برای همه جنگیدن؟ پدران شما جان برای همه دادن؟
که شما را برقصانند، شما را بسرودانند، شما را بز کنند، شما را به یکدیگر دشمن کنند، در یک خانه دو کس به یکدیگر جنگ بدازند تا زنشو به یکدیگر جنگی باشند. همینه را برای شما، همینه شما میخواستید. پدران شما برای همین جنگیده بودند، یا برای یک استقلال آزاد، برای یک کشور مستقل که وابسته هیچ کشور نباشد، که مستقلانه زندگی کنند. یک بار برگرده تاریخ خودتان بخوانید. چند حادثه هایی را به نام بیارم که به شما ظلم کردند، چند حادثه هایش را برای شما نام بیارم. این محلگرایی نیست، این آن چیزی است که بالای شما کردند. بله ما بعد از صلح بخشیدیم، اما نبخشیدیم که این عمل غمگین آنها را فراموش کنیم، اما نبخشیدیم برای آنه که دیگر اصلا غلام امام علی رحمانوف شدیم. بخشیدیم که آسودوار زندگی کنیم، اما وقت دوباره بالامون ظلم اومد نباید خاموشی را اختیار کنیم. میبینیم حادثه ها تکرار شونده است، بازم یک نفر بالای سر ما اومده ساکیمیت میکنن، ما را ارباب گرفته، اربابی ما شده است، ما را غلام کرده است نزد خود. یک روز زندگی کن و آزادانه زندگی کن و مردانه وار زندگی کن. یک عائله در همین داخلتون پیدا کنین. ای مردمی غرم، یک عائله پیدا کنین که شما مهاجر نباشین. یک خانه پیدا کنین که در مهاجرت نباشه یک نفرتون. پدران شما برای ناموس شما جنگیدند، برای دین شما جنگیدند، برای ارزش های شما جنگیدند. امروز شما توف کردید به ارزش های پدرانتان، برای پدرانتان توف کردید. امروز چهار تا خائن برای بالای شما اداره میکند و شما را میفروشد. من مثال میزنم. همین قناعت شاه که رئیس ناحیه غرم بود، یکی از فروخته شدگان همون منطقه، در تقابت چقدر زمین مردم گرفت، در دیگه مناطق چقدر زمین مردم گرفت. 5000 چاروای خور دارد. حالا بزرگ شه حساب نکن از کجا اینقدر مال ملک اونا پیدا شد. علی بدک جنگی در مقابل همه حکومت جنگی تا مردنش ایستادگی کرد، از شما حمایت کرد، ولی وقتی کشتنش یگان چی نداشت، یگان چیز نداشت، پول و مال نداشت، فقط از این گاو می‌خرید میرفت در بازار گوشت میفروخت، به همین زندگیش رو میگذران. یک مدرسه بزرگ برای همین گاو گوشت فروشی چیکار میکرد؟ سرمایه گذاری میکرد تا مردم در اونجا درس بخوانند. آیا خدمت همون اداره که اونا برای شما خدمت میکردن فراموش کردید؟ رقابت در اونجا وجود داشت، اون را فراموش کردید که حکومت نمیمون بالای شما ظلم کنه. بعد از آنه که علی بدک کشتن، یک عالم، یک ملا، یک نویسنده از شما پیدا شد، یک نفر پیدا شد که صداش بلند کنه. همت خاموشه، یک نفر صدا بلند نمیکنه. یک رسانه مستقل در منطقه نداره، یک رادیو نداره، یگان چیز نداره. همه چیز کنه به خود یکسان کرده. امروز باز در خارج کشور میبروید فلان فلان. این قدر تاجرای شما را پولاشون میخرن، میبرن، در مصرف میکنن، از نام تاجرای شما پول استفاده میکنن. تاجرای شما میرن به بچهای رحمانوف در 501 میلیون دلار ماشین میخرن، از پول جیب خودشون، از پول حلال خودشون که زحمت میکشن. امروز بازم خبرها رسیده که همین تاجرها را مجبور میکنن که به پول همین تاجرها
از نام حکومت برام به مردم خیر کنن، گویا که حکومت به مردم خیر میکنه و تاجرها را باز هم اجازه نمیدن که به مردم خودشون خدمت کنن. شما ندیدید که همین تاجرها در حال حاضر بر شما کم خدمت میکنن، کم پول میدین، کم کمک میکنن، کم خیر میکنن؟ سببش در این همین است که حکومت براشون فشار آورده است خیر شما توسط من انجام میشود تا من از خیر شما دزدی کنم، تا نام حکومت در اونجا حفظ شود. باز اینا خاموش ایستادن، یک بار سرمایه گذاری نمیکنن. کجا هستید شما تاجرها؟ یک بار برگرده به قفاتون نگاه کنید که پدران شما به همین رحمان چند سال جنگیدن. همین رحمان برای پدران شما دشمن بود یا دوست؟ همین از اولاد تو، از یک اولاد یک کس همین رحمان رو نکشته است. این همین ذلتی که در غرب اومد به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتن که بالای شما این همین ذلت آوردنی هست که با یکدیگر 2 نفر در یک خونه به یکدیگر دشمن باشه. این همین بزایی که امروز هستن، این همین رو تمامی تجارت اون منطقه را به دست بگیرن. یگان نفر عادی دیگه تجارت نمیکنن. هدف اصلیشون این همین خیلی است. مثل مردم غرب لیدراتون از بین میبرن و شما را غلام میکنن و تمام تجارت در دست 4-5 نفره که وابسته این همین حکومت دیکتاتوری ملی رحمان است وابسته امنا میکنن. چرا بزمکوفی قدر زن و زن دارد؟ چرا میرزا نباتوفی قدر زن و زن دارد؟ چون میخواهد تمام تجارت اونا رو در دست اولاد خودش بگیرد و اون منطقه را زیر نظارت خود بدارد و هیچ نفر حق توانایی تجارت در اونجا نداشته باشند مگر اولاد این همین بزدلا، این همین فروخته شدگاه. در رشت همین کار کردن. تمامی فرزندان بناموس اون منطقه از بین بردن و حاضر تمامی تجارت در دست بزدلا دادن و یا اینکه تمام این وزیرای که کار کردن چاروا دارن و به این چارواهاشون در اونجا چراگاه گرفتن و چرا میبرن. این همین منطقه شما آیندهش همین خواهد بود. به امید آن نشوید که یک منطقه از جای خودش بخیزه، فلانه از جای خودش بخیزه. مردم بزدل کردگن در هیچ جا نمیخیزن. یگانه راه این اتحاد شدن با همین اشخاصی است که افکار مخالفی دارن، افکار آزاد دارن در مقابل این حکومت و میخواهند دیگرگون بیارن. با همین بچه‌هایی که از هر مناطق تاجیکستان هستند باید اتحاد شد و این حکومت از بین برد. دوستان عزیز، من این حرفای سخت را برای آن میگویم. این نجات پرستی نیست که من دوباره میخوام اون جنگی که از بین گذشت دوباره درباره اون حرف بزنم. این اون نیست. من میخواهم به مردم من مناطق کوهسار غرب یادآور شوم که چنین حادثه ها موجود بود و حکومت دیکتاتوری امانی رحمان دشمن شما بود و دشمن شما هست و بازم خاطررسان کنم این حادثه ها را تا مردم بدخشان بفهمند که این همین سرنوشت بالای اینا آوردنی است. همین دیکتاتور میتواند این سرنوشت بالای این مردم بیارد. لیدران را از بین میبرد و هر کاری بخواد در اون منطقه انجام میدهد. زمینا را به دست تمام این اشخاصی که خودش میخواد اینا میدهد. از اول برای چند نفر از شما در دیگه مناطق وظیفه میدهد. غربی‌ها را از اول همین خیل کرد. چند نفری که در داخل همون حکومت کار میکردن، گرفت یکچه در کولاب، یکچه در خوجند، یکچه در فلان شهر رئیس گذاشت، وزیر گذاشت، فلان گذاشت. بعد از 1 سال دیدیم که پاهاشون برداشته نابود شدن و تمامی آدمای نزدیک بوزیخچه گرفت و چیکار کرد در داخل مناطق کوهسار غرب گذاشت و از این طریق اداره را ادامه داد و حاضر همه اون مردم را چیکار کرده است؟ غلام خود و اسیر خود گرفته است. هیچ نفر جرأتی برای حرف زدن ندارد. بیایید ببینیم یک اخباری که از همین منطقه غرب نشر شده است. این اخبار من برای شما بخوانم. من اخبار قبلی را برای قناعت شد خوانده بودم که 5000 چاروا دارد و مردم تقابه از این شکایت کرده بودن. بیا ببینیم که بعد از شکایت چه حادثه بالای آنها رخ داد. چند از ساکنان جماعت تقابه ناحیه رشت میگویند پس از شکایت در مورد مشکل چراگاه در محلشان زیر فشار مقامات انتظامی قرار گرفته است
گروهی از ساکنان روز 5 می به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که بیش از 1000 گکتر زمین‌های چراگاه‌ها را قناعت شاه لایق‌زاده رئیس پیشین رشت هنگام رئیسیش به پیوندانش داده نمی‌گذارد چاروای دیگران وارد چراگاه شوند که در گذشته عمومی بود. روز 19 می یکی از ساکنان که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت انتظار بودند با رسانه‌ای شدن مشکلشان مسئله حل می شود، لیکن بعد این شکایت ما را با اداره شعبچه وزارت امور داخلی در شهرک نوباد ناحیه دعوت کردند. گفتند بیانات نویسید که برای چه هر جا شکایت دادید و وای میکنید. نوشتیم مسئله چراگاه را گفتیم، افسود او. حبیب الله سیف الله زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهرک نوباد رشت روز 19 می در صحبت به رادیو آزادی دعوت ساکنان را تصدیق یا رد نکرد و برای صحبت در این باره نامه رسمی خواست و پرسید که اسم افرادی که حالا شکایت دارند گفته شود. ساکنان میگویند که نمیخواهند اسمشان برده شود، زیرا میترسند که بعد صحبت با دردسری دیگری گرفتار میشوند. یکی از همصحبتان ما تاکید نمود که بعد نشر گزارش درباره کمبودی چراگاه از مقامات زود آمده حوالی نزدیک منزلشان را اندازه میگیرند تا به سندهای رسمیشان مطابق است یا نه. برخی از ساکنان تاکید نمودند که از آنها بختیار نجم‌الدینوف ناظر وکیل منطقوی در شهر نوباد در مورد ناراضگیشان از کمبود چراگاه و شکایت نمودن بیانات گرفته است. بختیار نجم‌الدینوف فشار به ساکنان را به خاطر شکایت کردن رد کرد و در صحبت به رادیو آزادی تصدیق نمود که عریضه یکی از ساکنان در مورد نارسی چراگاه در دست دارد ولی سر آنها فشار نآورده است. دو همصحبت دیگری رادیو آزادی گفتند روز 10 می میان ایدیبک لایق‌خوف برادر قناعت‌شاه لایق‌زاده و چند از چاره‌داران دیگر جنجال لفظی سر زد که آن به دشنام و حقارت انجام یافت. برای همین جنجال گفتن دعوت کردند. وقتی رفتیم چرا به هر جا شکایت کرده گفتند. نگرانی ساکنان از دعوت مقامات انتظامی بعد صحبت بر رسانه‌ها برای نخستین نبود، در گذشته هم گاهی صدا داده است. این حادثه در حالی است که طبق قانونگذاری‌های تاجیکستان هر شهروند حق صحبت بر رسانه‌ها را دارد. عادتاً مردم پس از آن بر رسانه‌ها شکایت می‌برند که حرفشان نزد اداره‌های دیگری مسئول نادیده گرفته می‌شود. دوستان عزیز دوام را من نمی‌خوانم، ولی مهم فکت دلیل این است که اینها متاسفانه بالای مردم فشار می‌آورند، بالای مردم زوری می‌کنند، مردم رو با هر راه به قتل می‌رسانند، زمینشان رو می‌گیرند. باز اگر شکایت کردید تو رو دوباره فریاد می‌کنند، و تو چیکار می‌کنند؟ تهدید می‌کنند. بعداً میان حوالی نزدیک خانگی تا دوباره میسنجن، می‌بینن که آیا به همون اسنادی که تو داری مطابقت می‌کنن یا نه. مطابقت نکند باز دوباره فشار بگی زمینی کنم می‌گیری، مطابقت نمی‌کند تو فلان و بیسمد. اکنون دیده تو چقدر ظلم در منطقه رشت بالا شده است. دلیل در کجا است که فردا بعد از شهادت محمد باقرov در منطقه بدخشان این همه حالت ها به میان نیاید؟ مردم را خیلی غلام نکنند. قانون همین است. قانونی که اینا میگن همین است که باید تو شکایت قبول نشود. وقتی شکایت کردی تو باید برای دوباره بازپرسی کرده شوی. تو را باید دوباره برای زندان کنند. تو را باید دوباره زمین نزد حوالگی تا بگیرن. این مشکلات بالای سرتون میاد.